سنم داغن تو چی کار کردی؟ سنم سنم چشمت رو کشو سنم چشمت رو کشو سنم. توبه این به وزن گناه جواب دادن است. اگر فهمی که گناه کردی دری توبه باز می شود. نفس این حاکمی گناه است. شیطان بهانه‌اش را یافت. شیطان بهانه‌اش را پیدا کرد. اکنون انسان گناهگاری کلان می شود. سنم شکری خدا زنده است. تو را نجات می دهم سنم. کمی طاقت کن. خود را از دست نده. سنم طاقت کن. طاقت کن سنم. طاقت کن. ایستا سنم. طاقت کن. توبه کردن کاری مرد است. لیکن افسوس که در بعضی ها از این مردی اثری هم نمانده است. در این توبه هیچگاه بسته نمی شود. لیکن نه هر مرد از آن در عبور کرده می تواند. طاقت کن سنم. همه‌اش خوب می شود. تو را نجات می دهم سنم طاقت کن. طاقت کن سنم. ایستا خدایا این دختر اومد کو. حیف که انسان به دروغ پیچید. آه انسانی بیچاره. آخر دری توبه همیشه برای تو باز بود. اما صد افسوس که تو روحت را به اهریمن سپاریدی. تو یک کسی بودی که قدر داشتی. در بازار نفس خود را ارزان فروختی. کسی که بر ضرر خود راه انتخاب میکند با او هیچ کار کرده نمیشه. زود به مانیوری رسولی. زودتر. اویستا. زودتر باشه. بدرون به حجره جراحی. اویستا زودتر باشه. زودتر. اویستا. زودتر. خدایا مدد کن. زودتر. با او چی شد؟ آقای عمر به دستتان چی شد؟ از من مهم نیست. احوال سنم وزین است. زود باید جراحی کنیم. لیکن با این دستتان جراحی کردن نمیتوانید. دیگر چاره نداریم خانم یاسمن. در بیمارخانه الحال دکتری جراحی میکردگی فقط من هستم. باوری دارید آقای عمر؟ میگوید که چه حادثه شد؟ داغن عدلی سنم را پراند. او را دستگیر کنید که نگریزد. فهمو زود گفتگو رو سر میکن. خانم سرما رو جیغ زنید. آخر خانم سرما جراح نیستم. مایلش همشیره جیغ زنید. زودتر روید. مایلش جیغ میزنم. یک لحظه. کی بودنی بیمار رو نگویید. و باز درباره من هم چیزی نگویید. خوب شده است آقای دکتر. به من گوش کن. اینها از حد گذراندن. زود به خانه می آیند. مادر جون چی ضرر دارند؟
آمدن گیرند. این چکل گپ زدن از سعیده. شد مادر جان شد. خدایا چرا این دختران هم گپی مرا گوش نمیکنند؟ تا با عقل میشوند که سری من سفید میشود. تلفن زنگ میزنند. گوشک رو هم من بردارم. الو فردوس؟ خدایا راستی تو هستی؟ چند سال باز در کجا بودی؟ به خدا فکر کردم که مرده ای. چی؟ میایی؟ البته بیا. خدایا دوهن خیلی خرسند میشود. اپا هیچ باورم نمیاد که اکای عمر این کارو کرده است. چرا این کارو کرده است؟ با فکر من سعیده التماس این مسئله محکم شد. فهمو؟ دخترها کمی پیش کی زنگ زده بود میدونه؟ مادری داغن. با خدا راست میگویم پگاه به محله میآید. سرما وقتی که از اینجا رفته بود تو هنوز مایده بودی. سعیده نم تولد شده بود. با داغن حالو نگوید. میلش مادر جان. سرما دخترم تو هم نگوی. میلش مادر جان. داغن 20 سال باز مادرش رو ندیده است. عجیب او مادرش رو میشناخته باشد. الو فهمو حاضر میآیم. دخترم با کجا میروی؟ حاضر اومدی؟ از بیمارخانه زنگ زدند. یک بیماری وزنین زخمش وزنین بوده است. باید روم. ایستا ملخک ایستا وقتش را یافتید. ایستا مرا با ماشین سوار کن. این خیلی نگاه نکن. ای کن توبه استغفرالله. خب که تو را دیدم خیلی خسته شدم. ملخک زاریم. یک بار پریدی، دو بار پریدی، در آخر نگاه کن که خود را چقدر به آتش پرتافتی. میدانی در خوردی هم همین طور بودی. راست خیلی نگاه تیز داشت. خرد بودی و مثل کلان سالان رفتار میکردی. از سین سالت کلانتر مینمودی. در همان وقتا به عقلت خیلی باوری داشتی. خودم با خودم میگفتم خدایا این بچه را از عقل خودش حمایت کن. این امتحانی عقل است که تو از آن امتحان گذشتن نتوانستی. فهمیدی پرنده دم بریده؟ گوش کنید امک و من این خیلی نامهای عجایب ماندن رو بس کنید. این یک. دوم این که اگر عقل باشد، اگر عقل را کار فرمایی هر چی که خواهی میکنی. در اینجا چی هست میفهمید؟ شما را در اتاق جراحی انتظارم. در حجره جراحی؟ آقای عمر کجاست؟ برای چی مرا جیغ زدید؟ و تو احتیاج دارم سرما. التماس آقای عمر. سرما نه، خانم سرما. من تنها جراحی کردن نمیتوانم. با فکرم میدونید که من جراح نیستم آقای عمر. میدونم لیکن مجبورم. با این دست جراحی کردن نمیتوانم. لیکن به شما میفهمانم شما میکنید. اگر این کارو نکنیم بیمار رو از دست دادنمون ممکن است. بیمار کجاست؟ در داخل. تو هم به من گوش کن. پرنده به کار حرام همراه شده. تو حکایت شیطان رو میدونی ها؟ اول در جنت بود، هم باز در بین فرشته ها میگشت. در یک جای خوب بود، خیلی با عقل. لیکن یک روز مولای قادر پدرمون حضرت آدم علیه السلام را زخم دار کرد. کارها عوض شد. انا همون وقت امتحان شیطان سر شد. خودش را دوست داشت، خودش را گرفت، نفسش را گوش کرد. در چشم بود، خود را از چشم بیرون فکر میکرد. یک امر آمد که به آدم سجده میکنی. امر آهن را میبرد، لیکن یک روی شیطان را نبرید. هر یک امر یک چیز دارد. اطاعت کنی سربلند میشوی، اطاعت نکنی نابود شده میروی. وقتی که شیطان این امتحانها را بایداد، فهمید که بایداد چی کار کرد در این وقت؟ با خود بهانه ها بافت.
من از آتش، آدم باشد از خاک، چه خیلی من به او سجده میکنم گفت. شیطان هر بهانه میکافت که به آدم سجده نکند، لیکن بهانه پیدا نشد. شیطان حیران ماند، زار و حیران ماند. به من بگو آخر مگر هر دو مخلوق خداوند نیستن؟ بگو مخلوق خداوند نیستن مگر؟ در ملکی کی به کی سر میبرداری؟ آی بی عقل شیطان. گوش کنید من باز یک بار دیگر من را سبحان الله. به ظالم مهلت میدهند لیکن هیچ وقت سرش را خالی نمیگذارند. پرنده ایلند. به من نگاه کن، اینقدر گناه کرده همه وقت بهانه کردی. نمیبینی ظلمی کرده از حد گذشت. تنها یک جای امتحان ماند. میبینم که فهمیده ایستاده. من هم قبل میزنم. درم اینجا ایستا، من باید فرایم. مایلش به من هیچ چیز نمیشود. این دنیا دنیای آدمانی بد است. روید مرا ندارید. سراسیمه هستم. به من گوش کن ملخک. تو میدانی که فقط حقی یک بار پریدن داری. این را فراموش نکن. هنوز داری توبه بسته نشده است. عقلت را به سرت گیر. چه شد ملخک؟ با کجا؟ آخر هنوز داری توبه بسته نشده است. سانم داغم پروند. احوالش خیلی وزنین است. داغم پروند. خدایا باز در وقتی. چی گفتی سرما؟ نه هیچ. به این طرف، من با آن طرف. محمود میگیرید گپ میزنید آقای عمر؟ اول باید در هیجانم باشی. من خوبم. باید آرام باشی. یک خطای خرد نتواند بیمار را نابود کند. من چی کار کردنم را میدانم آقای عمر. در یاد داری در دانشگاه به یک جراحی در آمده بودیم. استاد گفته بود که بچه ها اول باید به خود باوری داشته باشید. همان روز رو به یادت بیار. اینجا جای خاطره ها رو به یاد آوردن نیست آقای عمر، فهمیدید؟ بله، اول باید تیر رو براریم. تو کی هستی؟ صدایت رو نبر، آرام باش وگرنه. احتیاط کن. حاضر با دقت باش. شوده ایستاده است. نشتر رو به دستت گیر. با دقت باش. خونریزی را دقت کن. جای خون ریخته را با پخته تازه کن. احتیاط باش. با دقت باش. خودت را گم نکن.
با دقت باش سرما، با دقت باش. احتیاط کن. رگش را بریدی سرما. سرما زودتر رگ را دار. زودتر. مرحمت. نبضش گم شده ایستاده است. شد خون را مال کنید زودتر. رگی بریده را با قیچی داره. کار کنید که خون بسیار نریزد. حالتش بهتر شد. با من کمک، من نمیتوانم. و فکرم در همین جایها پنهان است. در راک شاید پلیس. در راک شاید. باز یگان به عقلی نکنی فهمه؟ در راک شاید میگویم. شاید پلیس. شما بخیر. خدا ببخشید که شما رو ناراحت کردیم. یک گریزه رو میکوبیم. به این طرف اومده بود. و اینجا هیچ کس ناماده است؟ ندیدم؟ تشکر زیاد خاله جان. ببخشید. دیگر نمیتوانم آقای عمر. نمیتوانید خانم سرما. حیات سنم در دست شما است. او را نجات دهید. با سنم خانه داشتید. به خود دارید خانم سرما. خود را به دست گیرید. ما او را نجات داده میتوانیم. ببخش. کمی هوا دهید. خون را مان کنید. همشیره نبضش چقدر است؟ نبضش معتدل می شود. خدایا به من کمک کن. با فکرم باز پلیس آمدن. گمشان کن. خانم نرمین شما بخیر. اما که هاشم در خانه چکار دارم؟ ببخشید شما رو نصف شب ناراحت کردم. برای امضا آمدم. حجت ها را آوردم. در برم است. نرمین خانم یگان اشکال دارید؟ وای آقای هاشم پگاه بیایید. حاضر نمی شود. چرا؟ وای یک بار دیگر فکر میکنم. لیکن وای آدم گفت که اگر این کار تا پگاه نشود دست میکشم. خیلی که میگوین کاری امروز را به فردا نگذار. آقای هاشم پگاه بیایید. پگاه. خدایا مایلش پگاه میایم. سحر بر وقت در اینجا میشوم. چی شد زنجی؟ به فکرم خبر ندارد. حالا چیزی نمیگویم. آقای هاشم یک نفر گناهگار رو گفته شده. در همین جاها پنهان شده است. یگان نفری خطرناک؟ نه خواطر نشوید. این خیلی باشد با شما برای کار. تشکر. اکنون کجا رو میبینیم؟ بیا نه اون کوچه رو بینیم. با تک زمین ندار آمده است کو. باید در همین جاها پنهان شده باشد. لیکن در کجا؟ یک دی است نزدن یک طرفی است. شوهرم اومد. ای از نظر یک طرفی است. چرا این خیلی نگاه میکنی؟ باز از من حساب میپرسی؟ شد پسرم از جبری تو برآمده رفت. رو دایم ناراحت میکردی. زده عذاب دادی. تو چیه؟ بارزیدی شوهرت گم میکردانی. میکشم تو رو لعنتی. اگر خواهم پسرت رو میکشم. لعنتی. منو تو از اینجا دست نمیروی. فهمیدی؟
در این خونه حتی قیزی شاید نماند. جفشو لعنتی سرده مادرم را سرده او را نزن مادرم را نزن گفتم نزن حیوان البته موفق میشوید خانم سرما. انا تمام شد. تبریک میکنم. وظیفه‌ام آقای عمر. خدا به هم اکنون زخم رو بام. دیگر این نامرد به تو نمیرسد. من از اینجا میروم. پلیسا رفتم به فکرم. اپا با تو باز یک خوبی میکنم. باز زمینت رو نفروشی. تو را آگاه میکنم. اما که هاشمم یک قلاب است. از من به تو نصیحت. سرما خانم سرما چیزی گفتن میخواید آقای عمر؟ شما رو گوش میکنم. تشکری زیاد. جراحی خیلی خوب گذشت. بله. احوال همسرتون خیلی وزنین است. بهترش در نزدیک باشید. خدایا این سرما چرا دیر کرد؟ حمزه نگاه کن ساعت چند شد؟ کارش بسیار بوده که یک دم شین. انا اومد. دوغان به خانه درو پسرم. نه ینگه نمیدرایم. سراسی من ینگه حلیمه من زنم را پروندم. به فکرم ناگهان شد. او را پروندم نمیخواستم. پلیس در همه جای مرا میکاوه. خدای توبه چرا تو این کار رو کردی؟ تو هم وقتش رو یافتی. سراسی من ینگه پولم را دهید. از اینجا میروم. به من پول لازم. پولی که به شما دادم پس دهید. میدهم پسرم میدهم. حاضر به تو چی کردم؟ برگردانید گفتم. هیچ کس نیست حمزه. آمدن این سرما را انتظارم. سرما پیروشم. مادر جان در نزدیک آمدن تو رو انتظارم. خواطر شدم که چرا دیر کردی دخترم. دوغان سنم رو پروند است. حاضر جراحی کرده تیر رو برآوردیم. دنیا همین خیل است. دلت به این خیل آدم ها نسوزد. کنی به خانه درو. کنی زودتر درو. دوغان میدونی چی؟ مادرت میآید. مادرم؟ ها مادری تو رو خیلی یاد کرده است. اگر سر در همینجا می شود. مادری من؟ ها مادر من اینها رو برای دخترم کردم. به همه چیز چشمم رو پوشیدم. چی اکنون نبرم؟ تقویم باز یگون چیز نگویند. توی دخترم برپا نگشت. حداقل اینها رو برده به او دهم. اوه دخترم سنا کاشکی اینها رو با توی دبدبه می برده. اینها رو سنم با دستانی خود بافته است.
دختری من خیلی با هنر است، خیلی با هنر، میفهمی؟ با هنر. من جواب میدهم. لبه علیا، دخترم چی شد؟ سنم در بیرمورخانه در زیر نظارت است. دوغن سنم رو پرونده است ینگه جان. یا خدایا، این چی بود که به سرمون اومد؟ یا خدا، ینگه جان. دخترم سنم، دخترم تو با بچه ها باش، من زود روم. سنم، دخترم. نفهمیدم. وای زن امضا نکرد. پاگو باز یک بار دیگر میروید پدر؟ این کار رو حل میکردیم. صدیقه، نصف شب کجا میروی؟ وقتی گبزنیت رو یافتی داغن دخترم رو پرونده سنم در بیمارخانه جان میدهد. پدر، ما نمیرویم مگر؟ من دختر ندارم فکرت. دختری من که هم مرده است. دخترم عمر، دخترم در کجاست؟ دخترم سنمم در کجاست؟ تو رو دیدن میخواد. янгаи сидиқа ҳозир ӯро дида наметавонам. احوالش چی خیلی است؟ خوب است یا نه؟ عمر گپ زد. سنم خوب نیست مگر؟ иншолло хуб мешавад. аз зери назорат баромаданашро интизорем. дуо кунем наҷот меёбад. ҳозир ғайр аз интизор шудан дигар чора надорем. این داغنی دیوانه معلوم بود که با دختری من این کارو میکنه. доған маро паррондан хост, лекин санам пешамро гирифт. چرا زود خبر نداده پسرم؟ چرا؟ روم میگویم نه نشود. رفتن میتوانم، لیکن سارا زود باش فکرت، زودتر. بابا جان، سراسیم هستم دخترم. پناز امای سنم نمیروید؟ نرگس وقت ندارم. امای سنم خیلی بیمار است بابا جان. رفتم فکرت. رو بازی کن دخترم، رو بیا. آمدم پدر، فقط شما سراسیما نشوید. را کرده. نرگس شد گریه نکن نرگس. بس نرمی خانم، گریده امضا کنید و کار تموم. از این کار دست کشیدم. من زمینم رو نمیفروشم. چه نمیفروشید؟ به من وعده دادید امضا میکنم، گفتید با آدم ها گپ زدم حل شد. چرا دست کشیدید؟ داغن گفتید؟ گفت که شما دروغگو هستید. زمین رو به همه که هاشم نفروشید. گفت من هم نمیفروشم. داغن مادر جان، هیچ کس ندید.
نگاه کن، با تو صبحونه آوردم. من فکرم خیلی گرسنه موندی. اوه ینگه حلیمه، راست میگویید امروز مادرم میآید همین طرف؟ خدای توبه، چرا با تو دروغ گویم پسرم؟ به خدا اومده ایستاده است، به من زنگ زد کمی پس در اینجا میشود. آمد زود به نزد تو میآورم. مادرم میآید. حلیمه حمزه برا جیغ میزنه، در اینجا بودنت رو نفهمد. همه میدونن که صنم رو پروندی، هنوز نمرده است، در بیمارخانه خوابیده است، احوالش خوب نیست. خیر من رفتم. ینگه تشکر. اوش شود. ها دخترم، تو امروز اجازت نگرفته بودی؟ سر دکتر جیغ میزند، زود رفته برمیگردم. دخترم به من گوش کن. در وقتی به خانه برگشتن از مغازه برنجی و شکر گیر. میلش من می آوردم مادر جان. تو هنوز صحت نشده ای. افا در وقتی اومدنش میگیرد. تو بدن درو کنی زودتر. میلش خیر تو باستی. خیر باز اومدن بیناموس ها. حالا استید حاضر گرد نمیزنم، لیکن وقتش آید هر دویتون رو باب بکنم. کویک بین سنم در بیمارخانه خوابیده است. میدونم خواب باشد خوابیدن گیرد. بیا رفتیم میگوین که احوالش خیلی بد. خدایا تو رو، من در خانه کار دارم. چرا در اینجا ایستاده؟ به خانه درآیید. به بیمارخانه میرویم، به نزد سنم. هارون بیا رویم. رفتیم پسرم. نمیرویم. گفته بودی که از اینجا به بیمارخانه میرویم، اینقدر زود قرارت رو عوض کردی. همین طور قرارت قطعی است. حیفی تو پسرم. خدایا دامادی من آمده است. بیا پسرم به خانه. بیا پسرکم، با تو چای گرم تیار میکنم. سعید هم در خانه است. شرم نکن پسرم، درو. حلیمه لبه حمزه چی شد؟ چی میشد حمزه؟ دامادم به خانه هم آمده است. مرحمت نگویم ها؟ درو پسرم، به خانه درو. چی شد با ما؟ همه این برای چی شد؟ اگر آدمی را که حیاتی تو را سوزان میافتم، اگر همون شب به خانه باغدار نمی رفتی، اگر آن حادثه روی نمی داد، اینقدر بدبخت نمی شدی هیچگاه. این چگونه انسان است؟ چگونه انسان است که با تو چنین کرد؟ چقدر بدبخت هستی سنم، چقدر بدبختی. خدایا من چه ها میگویم؟ سنم با شما تشکر. با شما کی در کار؟ فیردوس، خدایا فیردوس تو هستی؟ با خدا نشناختم تو رو. البته اینقدر سال گذشت دیگر شده ای، خیلی عوض شده ای. خوش آمدی، خوش آمدی. در کجا بودی؟ پسرم در کجاست؟ پسرت؟ صبر کن، تو رو من از اون میبرم. بیا بیا بیا، درو به خانه درو. بیا بیا.
یا به فکرم در خانه فراموش کردم. داغم تو رو میشناخته باشد. وقتی که تو از اینجا رفتی وای تماما خردکک بود. حالا تو رو نمیشناسی. بیا سنم خودت رو عذاب ندی. عمر سرمه رو جنزم باید با گپ زنم. پیش از مردن باید گپ زنم. خوب مایلش وعده میدی؟ وعده دی. سنم خودت رو از دست میدی. سنم نگاه کن نبضت پس میشود. مایلش آروم شو. میارم سرمه رو میارم. داغانی من مادر داغن این شمایید مادر جان. کلان شده پسرم. چشمانت اگر تو رو نشان نمیدادن از چشمانت میشناختم، چون که چشمانت زود آب میگرفت. مادر جان خدا پسرم اومدم پسرم. تو امروز کجا بوده؟ چرا من رو ترک کردید مادر؟ چرا من رو تنها گذاشتید مادر؟ پسرم اومدم دیگر از تو جدا نمیشوم. مادر جان من بابولو برایم. شما مادر و پسر در اینجا نشسته و هم دیگر درد دل کنید. خیر مادر پسرکم داغن بیچاره. مادر که در شب خوابم با گریه فریاد میکردم شما یگانه آرزوی عملی گشته ای من. دنیا را لعنت خواندنی بودم. یگانه صدای یگانه گرمی که میخواستم آمد. مادرم یک روز میآید من از هیجان میمیرم گفته بودم آمد. مادرم را که خیلی یاد کرده بودم آمد. در دنیا از همه صدای فاره هم صدای شماست. بهترین نکت دنیا این شما هستید. مگر همین طور نیست مادر؟ منم پسرم. مادر چرا اینقدر دیر آمدید؟ پسرم پسر جونم. مادر میدانی من چقدر تو رو یاد کردم. 20 سال باز شب روز در یادم بودی. پدرت مرا از تو جدا کرد. بلا بر سرش آمد. پسرم چقدر من تو رو یاد کردم. مادر تو امروز کجا بودید؟ چرا مرا ترک کردید؟ چرا مرا تنها گذاشتید؟ پسرم اگر علاج می داشتم می آمده نتوانستم. از حبس هفته گذشته آزاد شدم. از حبس گفتید؟
پسرم این سلاح برای چی؟ برای چی ما رو به اینجا آوردن؟ از کسی پنهان میشوی؟ داغن پلیس در همه جای تو رو میکوبد. با فکر من باید زود تسلیم شوی. با گریختن خلاص نمییابی. چی؟ تو چی کار کردی پسرم؟ مادر دیشب یک نفر را پروندم. سرما من با مادرم از اینجا میروم. بعد از 20 سال او را پیدا کردم. اکنون جدا نمیشوم. هیچ کس مرا از او جدا کردن نمیتواند. هیچ کس. داغن اگر مادرت رو دوست داری تسلیم شو. راست بگوید پسرم. تسلیم شو. هیچگاه. داغن بس کن. وگرنه مجبور میشم که گپ زنم. التماس مرا مجبور نکن. التماس. هیچ کس مرا از مادرم جدا کردن نمیتواند. هیچ کس. او را پیدا کردم. از جایت نجنب. داغن الو پلیس است. مایلش مهم نیست. ببخشید خطا کردم. پسرم با گریختن نمیشود. یگان گناه کرده باشی جزایت رو میکشی. با شعبه پلیس میرویم پسرم. نه مادر هیچ وقت. شما را پیدا کردم. دیگر گم کردن نمیخواهم. میفهمید مادر؟ اکای داغان جنایتکار رو یافتیم کمیسر. ایستو نگوریز داغان ایستو میگم تو. همراه اجازه او رو در افغان گرفتن. تسلیم بکنید. داغان ایست تسلیم شم نگوریز. آره با حالا هم بساره. داغان ایستو نگوریز ایستو. عمر پسرم چرا این کارو کردی؟ از ما چرا پنهان میکنید؟ اگر خانه‌دار شدن میخواستید مگر ما زید میبر اومدیم؟ تو بر این داماد رو کی آرزو نمیکنه؟ فرض کردیم که گناه کردید. ما یگون گناه نکرده ایم ینگه صدیقه. نه من نه سنم یگون گناه نداری. فرض کردیم که گناه کردید. با ما میگفتید شما رو میفهمیدید. در اینجا چی سیری هست همین تغنی؟ گپ زن پسرم. همین فعل حس میکنم که تو برای دخترم حیات خود رو سوزاندی. همین تغنی؟ پنهان نکن پسرم گپ زن. تو آدمی هستی که خطا نمیکنی. گپ زن. اکنون کاری شده شد. ما قرارمان رو فکر کرده برآوردیم. خدا شفا دهد ینگه صدیقه. تشکر دخترم. عمر سرما را دیدم. باید با او گپ زنم. پیش از مردن باید گپ زنم. سرما یک دویستو. سرما. عمر سنم در کجاست؟ احوالش چقدر است؟ از جراحی برآمد؟ عمر جراحتش خطرناک نیست؟ انتظارم که بیدار شود. من فکرم حالش نه آنقدر خوب است.
در اینجا نیست. در اینجا هم نیست. آن اون طرف رو هم بینید. زحمت رو بندیم. پسرم بیا دست کش، تسلیم شو. با فکرم تیر در درون است. با بیمار خونه رفتن اون رو برآوردن لازم. با تو یگون چیز شود من چی کار میکنم؟ پسرم بیا با بیمار خونه رویم. رفتیم. مادر برای چی تو امروز نامدید؟ برای چی؟ در حبس بودم، گفتم که چند سال در حبس خانه نشستم. چرا؟ وقتی که پدرت من رو از خانه پیش کرد به استانبول رفتم، من از خویش و تبار مرا زود با یک آدم خانه دار کرده. از هفتش بدبخت بودم که وای آدم هم مای می نوشیده است. قمار بازی میکرد، مرا خیلی عذاب داد، خیلی زد. یک روز مست کرد به دستم به من هجوم کرد. خودم رو محافظت کرده خواستم تیل دادم. کردی دستش برگشته به قلبش در اومد. نخواست گناهکاری مرگ شدم. به حبس شناده. در حبس دایم تو رو فکر میکردم. در زندگی هم یگانه هستیم تو بودی، لیکن همین قدر دور بودی که حتی از من خبردار نبودی. در خوابهایم تو رو میدیدم، در عقل و هوشم فقط تو بودی. شب و روز فکر میکردم که به این محل آمده پسرم گفته تو رو با آغوش میگیرم. لیکن بدبختی همین است، من از حبس برآمدم، برای پسرم رو با آغوش گرفتن آمدم. پسرم یک نفر را کشته است، از پلیس میگریزد. من از حبس برآمدم، او به حبس میدراید. نه مادر، به حبس نمیدرایم. از این جای ها میرویم، به یکان جای دور میرویم. هیچ کس ما رو نمییابد، هیچ کس ما رو جدا کرده نمیتواند. مادر جانم میلش روغن تسلیم شو و بیرون برو. دیگو اطراف پر از پلیس است. باز کن داغن. با پلیس آتش نکشو. مادر روغن تسلیم شو. هیچ کار نمیگریزی. تسلیم شو داغن. پلیس باشه نگریزه. پلیس نگریزه. همشیره، من دخترم رو دیدم میتوانم. دخترم، سلام دخترم. بیا اینجا آرام شو. خدایا دخترم رو نجات ده. خلاص شدیم مادر، در اینجا هیچ کس ما رو نمییابد. همش خوب میشود مادر. پسرم. مادر جانم آزی به شما کمک میرسانم. و بیمارخانه بردن میخواستم لیکن بردن نمیتوانم، ما را میدارند. لیکن برای شما دکتر میارم. شما در اینجا انتظار شید میلش، من زود بیایم. نجات مییابید مادر. از این محل خلاص میشویم. پسرم. باز صدا نبراری، میکشم تو را.
طرف نگاه کن. در اینجا نیست. بیا رفت. پلیس رفت. او شما را ناراحت نکرد. سرتان را راست دارید بابا جان. ما با محله‌تان آمدیم. نگاه کنید چه خیلی که وصیت کرده بودید شما را آوردم و چه خیلی که میگویند با محله خوش آمدید. پدر باید به بیمارخانه رویم وگرنه عیب می شود. هیچ کس کاردار نشود. داغم تو چی کار کردی؟ هم سنم رو پرانده هم نرمین خانم رو. خس با این خیلی نشستن کار حل نمی شود. و کجا پدر؟ زن را باید یابیم. باید این حجت ها را امضا کند. امروز آخرین روز است. امضا نکند وای آدم به دیگر محله می رود. آخر داغم؟ او رو سر داده است. رفتیم بیا حیف بچه باشین. دخترت را صاحبی کرده نتوانستی. هم خودش را سوزاند و هم داغن رو. روز اینجا دیگر کار نداری. ببخشید در آخر این محله یک جای درختزار بوده است. آنجا کجاست؟ من نمیدانم. وای ببخشید با طرف برآمد محله روید. در آنجا با شما کمک میکنم. تشکر. سلامت باشید. ببخشید اینجا از عدلی ها است؟ بله از اونها. اونها هم عدلی هستند. تشکر. سلامت باشید. شنیدید بابا جان؟ بینید بابا جان بازار مشهوری که به من نقل میکردید همین باشد. خیلی زیبا بوده است. محله شما را دوست داشتم. محله شما محله من است بابا جان. محله هفت بهار. هفت بهار. اکنون وقتی هفت بهار را به زمستان تبدیل دادن آمد. همین طور نه بابا جان؟ چی گفتید؟ فهمیدم. همه گفته هایتان در یادم است. آدمی که مرا در اینجا یک مرد بود. گفت که شما را جیغ زنم. خیلی بیمار بوده است. آخر در همینجا بود. خانم سرمه را جیغ زن گفت. خیلی مهم گفت. مایلش فهمیدم. صدایت را نبرار سرمه. از داغن. مادرم زخمی شده است. باید او را نجادی. مادره در کجاست؟ آمدم که تو را به نزد او من برم. نمیتوانم در بیمارخانه تبابت کنم. به بیمارخانه آمدن نمیتواند. تو با نزد او میروی. زود باش. شین به ماشین. شین زودتر. شین زودتر. خدایا پسرم رو نجادی. من به او چی کار میکنم؟ چند سال من او را دیدن میخواستم. شکر نصیبم کردی. اکنون او را در پناهت نگه دار. درو احوالش چه است؟ خوب می شود؟ باید او را زود به بیمارخانه بریم. نه در اینجا تبابت میکنی. مادرم را تبابت کن. کیدت نشو داغن. در کتف مادرت تیر است. آن رو برآوردن لازم. آن رو تنها در بیمارخانه برآورده می شود. غیر از این من جراح نیستم. عمر جراح است. او تیر رو برآورده می تواند. آخر من همراهم حتی اسباب جراحی ندارم.
اجازه ده مادرت رو نجات دهم. تو به کجایی که میخواهی رفتم گیر. دوغان حال تو هم بد است دوغان. مادرم رو یافتم، از او جدا نمیشوم. عمر را به اینجا جغزن. تشکر. مرحمت. سرما مایلش حاضر اسباب پایم رو گرفته زود می آیم. فهمیدم، با هیچ کس نمیگویم. همه‌اش خوب می شود. تشکر. پاشیم ناومد. عمر با کجا می روی؟ عمر زود برمیگردم. الو ینگه جان، احوال سلام چخیر؟ دخترم انتظار هستیم. خدا بزرگ است ینگه جان. انشاءالله نجات می‌یابد. به فکرم بچه ها از مکتب اومدن. مایلش دخترم. مایلش ینگه جان، شما آرام شوید. امیدمان از خدا کنده نمی شود. آمدم. نرگس؟ به او چی شد؟ از بابایم خفه شده است. از بابایم؟ چون که بابایم با من زیامه سمنم نرفتن. چرا بابایم اینقدر سنگدلن؟ به خانه درو پسرم. ای زنی بی عقل. اینقدر پول رو دیده از اون داد کشید. الو آقای خورشید سلام. وای زن امضا نمی کند. خیلی حرکت کردم لیکن زن عقل ندارد. لیکن من برای شما یک زمین دیگر میابم از اون خوبترش را. تلفنش رو خاموش کرد. دوغان حالا ایست من بر تو نشان میدیم. بیاد با بیمار خونه رویم. آخر اونجا سمم. فکرت با تو چند بار گویم این طور باشد من روم. راگرد به خانه میرویم. رفتیم عصبی هستم مرا دیوانه نکن. زودتر عمر زودتر. بیمار کجاست؟ با این سو گذر. غم نخورید همش خوب میشود. صحت میشوید. مادر داغان میدونی هم خودت رو سوزاندی و هم سنم رو. هم مادرت رو که بعد از چند سال به دیدنت اومده. نصیحتت رو به خودت گذار بیدار. زود مادرم رو تبابت کن. ینگه فردوس من عمر. وقتی که شما رفتید من کودک خوردک بودم. در یاد ندارید لیکن من نان شما رو بسیار خوردم. تیر خیلی چخور رفته است. با این اسباب ها برآورده نمی شود. او رو باید جراحی کنیم. نباشد مادرت را از دست میدی. دوغان دیگر چاره نداری. تسلیم شو به خاطر مادرت. هرگز دیگر چاره نداری دوغان. دیگر چاره نداری. مایلش این خیل باشد تو مادرم را با ماشینت به بیمارخانه ببر. اینجا بیا. سرما با من میموند. مادرم را صحت کن. باز به پلیس خبر نرسانی. فهمیدی؟ خدایا دوغان تو دیوانه شده ای. بیتار تکرار میکنم با مادرم یک جای از این محله میرویم. سرما را گرم میگیرم.
باز با پلیس خبر نرسانی، فهمیدی؟ دوغان به عقلی نکن. تو خاموش شو. زود مادرم را ببر. آهسته هم بیفردوس، آهسته. میروی. تو سرده. راحت بخوابید بابا جان، خستتون رو میگیرم. امروز همه کارها برعکس شد. در این کار چی بدبختی است؟ بدبختی. هاشیم، هاشیم، گوش کن دخترمان چی میگوید. چی میگوید صدیقه؟ چی میگوید؟ دخترمان الکای پدر میگوید هاشیم. به من مانند است، به من. چشمانش به من مانند است، دیدی؟ کنی بیا دخترم. خدایا چقدر زیبا بوده است. دختری پدرش است کو. اشیا تو باز نافتونی. کی من؟ من مگر او رو میافتونم؟ همین خیلی میدارم که آخر او دختری یگانه من است. یگانه. کنی بار پدر گوی؟ پدر گوی؟ پدر. دختری پدرش. وای هنوز کودک است. کلام شود بعد پدر بگوید. دختران رو بیشتر پدرانشون دوست میدارند. کلام شود فقط پدر میگوید. ته کرده است. میگویند که برکت میارد. دختری جانم صدیقه، و تو چی شد هاشیم؟ پدران از همه بیشتر دخترانشان را دوست میدارند. همین طور نه؟ خیلی میگویند هاشیم. بابا شما رو با جای آوردم که حسرت میکشیدید. یعقوب پسرم، تو هم میرفتی، از پسی کارهایت میشدی. این چه خیل میشود؟ آخر سنم هم دختری تقویم است و هم همکارم. همشیره، چی شد با دخترم؟ چی شد با دخترم؟
دخترم در دمی مرگ است و در اینجا نه پدرش است و نه برادرش. موهوشی زود به حجره جراحی برید. عمر پسرم بسنم چی شد کنی مایلش ببینم. خبر گیر. من حاضر می آیم. احوالش چی خیل است؟ زدن قلبش بهتر شد. مایلش در نزدش باشد. خوب شد است آقای دکتر. عمر دخترم رو نجاده. خانم به اینجا در آمدن ممکن نیست. ایچی ماست. برید. مرو به کجا میبری دوغن مرو سرده دوغن. فکر کردی که جزای توی عمر رو نداده از محله میروم؟ عمر با سنم خاندار شد، لیکن تا حال او را دوست میداری و هم تو را دوست میداره. من هم تو را دوست میدارم. تا این مسئله حل نشود در این دنیا من راحت نمیشم. عمر بیماری رو که آوردی کی بود؟ مادری داغن. مادری داغن گفتی؟ همین سحر اومد. وقتی که او را داغن به خانه میبرد تیری پلیس به او رسیده است. خدا را شکر که زنده موند. احوالش خوب است. به خشتبار خبر دهید. از او با خبر باشد. خبر میدهم. سرمه را باید به نزد سنم برم. داغن؟ چه شد بیتار؟ حال مادرت خوب است. تیر رو برآوردیم. او به خود آمد. خواطر نشد. تشکر بیتار. این خوبیت را هیچگاه فراموش نمی کنم. اکنون سرمه را آزاد کن. او در اینجا لازم است. مصلحتمون خیلی بود بیتار. تو میایی تو. بیا و سرمه را گرفته رو. کجا هستی داغن؟ در کجایم؟ بالای تپه بیتار. بالای تپه. خوب فهمیدم. حاضر می آیم. باز یکم به عقلی نکنی داغن. بله خانم دکتر. مرحمت. التماس. ایستا داغن صبر کن. سرده. با شما کمی کار دارم. من بعد آمادم قهوه تیار کردم. قهوه خیلی خوب. قهوه عالی. کنی؟ نوشی جان. تیار میکردم. خدایا دخترم تو چی گفته شین؟ تو از بری نامزدت جدا نشو. پسرم باز چی میخوایی بگویی میارم. مادر جان شما جدی میگویید؟ چی گفته ای دخترم؟ مگر من شوخی میکنم؟ آخر شما هارون را دوست نمیداشتید؟ من؟ کی گفت؟ به خدا که از کودکیش هارون رو خیلی دوست میدارم. شنید من نکشویم. مادرم رو نفهمیدم هارون. من هم رو نفهمیدم. مادرت آمده است. تو با او میروی هارون جان؟ عیب است پسرم عیب. آدمان جان میدهند و تو باشی در اینجا. چرا این خیلی میگویی هوریه؟ ما به نزد بیناموس ها و به اخلاق ها نمیرویم. ما شرف ناموس داریم. تو هم همین خیلی فکر میکنی پسرم؟ البته همین خیلی فکر میکنم. گپ زن پسرم نترس. من در همینجا هستم. وای دیدی؟ حیفی تو. مادر جان صبر کنید. هارون جانم مان فکر نکن. بیا به اینجا نشین. حالا به تو باز یک قهوه تیار میکنم.
حاضر پسرکم حاضر. به مکانم خوش آمدی. این جای من است. این درخت هم از من. میدونی از کودکیم به اینجا می آیم. مرا نه تو، نه سنم، نه پدرم، هیچ کس نفهمید. مرا تنها این درخت میفهمد. فهمیدی؟ دوغن مرا سرده. التماس سرده. خاموش. تو چی شد هاشیم؟ پدران از همه بیشتر دخترانشان را دوست می‌دارند. همین طوره؟ خیلی دویم هاشیم. برای لایق تو شدن خیلی کوشیدم سرمه، لیکن مرا نفهمیدی. مرا دوست نداشتی، به من نفرت کردی. اما تو کی هستی دوغن؟ یک بیچاره‌ای که مجبور میکند که او رو دست دارم. یعنی همین خیل. به فکری تو من مجبور میکنم همینطور؟ در این دنیا یگانه آدمی درست برای تو عمر است همین عمر مایلش حاضر آدمی درستی تو می آید. شاه پسر با اسبی سفید می آید که شاه دختر را ببرد. سنم عدلی در کجا خوب است همشیره؟ در زیر نظارت است، در اومدن ممکن نیست. وای من پدری او هستم. بدتر شاید، لیکن حاضر ممکن نیست. فهمیدم. مادری سنم در کجاست؟ اون کس با استاد یعقوب در دیگر حجره در نزد بیمار. انا در اینجا. تشکر. فردوس ینگه فردوس آمده است. آه فردوس، چرا آمدنت رو خبر ندادی؟ یک بلا در سرمان دار میزند. جانی تو هم سوخت. از من اکنون چی میشود نمیدانم. الو آقای خورشید، سلام. لبک تماما دیگر زمین. با کی تعلق دارد؟ شما غم نخورید آقای خورشید، من با او گپ میزنم. پگاه حجت ها در دستتون میشود. در این محله هیچ کس مرا رنجانده نمیتواند. شما پول را گپ زنید آقای خورشید، پول را و من چند فایز میدید؟ من حقم را باید نقض گیرم. یگان دکانی خورده که کشادنیم. محترم آقای بیتار، آفرین. نترسیدی آمدی. آدمی درست آمد. او را کمی عذاب دهیم. چی گفتی سرمن؟ مادر در بیمارخانه است، احوالش خیلی خوب است. من به قولم ایستادم. تو هم به وعده‌ات وفا کن، سرما را آزاد کن. مایلش قول است. بیتار، تو برای سرما کی میشوی؟ سرما با تو کی میشود؟ بگو سرما را میخوای بیتار؟ تو چی میگویی سرما؟ آدمی که با تو خیانت کرد با او رفتن میخوایی؟ گپ زن. کسی که تو را دیوانوار دوست میدارد یعنی با من ماندن میخوایی؟ یا با کسی که با تو دروغ گفت یعنی با شوهر سنم رفتن میخوایی؟ جواب ده.
لعنتی تو چی برتریه داری؟ با دختر از همه خیانت کلان رو کردی. او باز تو رو انتخاب میکند. حیف. چی کار کنم؟ دیگر علاج نماند. پیش سرمه قوه آزمایی میکنیم. غالب سرمه را گرفته میرود. راضی بیتار؟ مرحمت اکنون در آمده میتوانید لیکن زیاد نیستید. تشکر دخترم. دخترم سلام جونی من. ماما حاضر می آید دخترم. مادر التماس عمر رو در جونه من یکون گناه ندارم. سلام شما یک چیز گفتم میخوام. من دخترم سلام. سلام دخترم. همشیره زودتر. دخترم میمیره. چی شد؟ التجا میکنم. التماس برای آقای عمر به تلفن جواب نمیدهد. خانم سرمه چی؟ او هم جواب نمیدهد. آقای علی رو خبر میکنم. زودتر. دوغم بس کن. دوغم مردی تو همین است. همه وقت خطا کردی. باز اشتباه میکنی. برای همین سرما و سنم تو را دوست نداشتم. دوغم التماس بس کن. از هوش رفت. خونش بسیار رفته است. باید به بیمارخانه بریم. دخترم عمر در کجا میگردی؟ زنم آمدم. نگاه کن در این جایم. عمر سرمه عمر رو ببخش. عمر بابا چی شد؟ رو نجاده عمر. نبضش پس شد. خانم همشیره دارو رو تیار کنید. من زود گشته می آیم. فهمیدم آقای عمر. دخترم التماس به بیرون برایت خلال نرسانید. التماس خواهش میکنم. سرما ببخشید آقای عمر. برای حیاتم را نجات دادن تشکر میگویم. تشکر. سرما گوش کن عمر. آقای عمر با فکرم بس نم خونه‌دار شده فهمیدی که خطا کردی. اکنون همش گذشت عمر. تو انتخابت رو کردی. من هم به تقدیرم تن دادم. اکنون این رو همین خیل باید قبول کنیم. هم تو و هم من. سببش رو نمیپرسم. اکنون فهمیدن هم نمیخواهم. اکنون کاری شده شد. تو برای خودت
من برای خودم تقدیر ما همین بوده است. التماس مرا دیگر عذاب نده، مرا راحت گذار. من آیله رو ویران کردن نمیخواهم. نکاح کار شوخی نیست عمر. این رو باید تو از من بهتر دونی. باید پیش از خانه دار شدن فکر میکردی. چی سیری که داری اکنون در بینتان ماند. مرا راحت گذارید. پسرکم لغان مادر جان، این خیلی بهتر است پسرم. با گریختن به هیچ کجا نمی روی. من تو رو انتظار می شدم. باز نگم به عقلی نکنه. التماس به خاطر من. مو هم بیدار شدنی تو رو انتظار بودم دوغان. دکتر جواب داده میتونم گفت یا رفتی؟ اجازت بدید آقای پلیس. مادر مویتون رو همین خطر یاد کردم. کاش که هیچ وقت مویتون رو گم نکنم. مرا اگر آدم کند بوی شما آدم میکنم. مادر جان انتظار شوید مادر، انتظار شوید. انتظار میشوم، انتظار میشوم. یا رفتم دوغان. انتظار شوید مادر جان، انتظار. راه بر رفتیم. از من خلاص افتید. شما را تبریک میکنم. خدا حافظ بیتار. فراموش نکن میروم، لیکن البته بر میگردم. زودتر شو دوغان. تو بازدید. خانم سنم شما رو میپرسد. مایلش. سوشما بر بجوز برای چی ناورده؟ نمسته با همسته همسته اکنون این خونه دار شوید و روح رو به خیر میرسونه. خیر
زودتر باش. راه گرد. ملخک حیف شد، خیلی حیف شد. خدا به همه یک فرصت میدهد و تو هم داد، باز از همه فرصتی خوب داد. مادرت را به تو برگرداند، این فرصت را پایمال نمیکنی. مگر مادران را پایمال میکنن؟ این خیلی باشد وقتی فاش کردنی سیر رسید، همین طور نی؟ باز چه خیلی سیر امک خوربان؟ تو میدانی عزیزم، چیزی که دانی و پنهان کنی مادرها را میگریانی، خیلی میگریانی. من همین خیل اما وقت من گفتی، خود را حیف کردی. من گفتی، سیرها را پنهان کردی، بیگانه ها را خیلی عذاب دادی. حیف به آدمانی که تو را صاحبی کردن نتوانستند. حیف به آن آدمانی که تو را پشتیبانی کردن. حیف به آدمانی که تو را در بیرون آواره کردن. به من حیف، پسری ظالم. ملاکی بیچاره. این پیرمرد بسیار گپ میزند. همینطور نه آقای پلیس؟ راه گرد. هر طفل از مادر تازه به دنیا می آید، تازه. مادر یک خطا می کند، پدر خطا کرد، بعد نزدیکان. این کم بود که باز مردم غفلت کردند. کودکانی که صاف و تازه و بیگناه به دنیا آمدند در این تاریکی های غفلت گم شده، آب شده رفتند. هم خود را و هم گرد و اطراف را خراب کردند. مگر به شیطان باوری کرده می شود؟ آه انسان، این از حکایت حیات تو. به شما کمک کرده میتوانم.